خب بچه‌ها، اگه دنبال یه بازی جدید و متفاوت می‌گردین که هم هیجان داره هم استرس خوب، بذار براتون از این بازی بگم. این بازی یه دنیای فانتزی تاریکه که توش باید با یه کاراکتر مثل جنگجو، جادوگر یا دزد وارد سیاهچال‌ها بشی. اون پایین تر از هیولا، تله و البته کلی لوت باحال و با ارزشه. ولی یه نکته مهم داره. هرچی جمع می‌کنی فقط وقتی مال توئه که زنده از سیاهچال فرار کنی. یعنی بازی یه ترکیب خفن از هیجان، استراتژی و ریسکه. یه لحظه فکر می‌کنی قراره برنده بشی، لحظه بعد یه بازیکن دیگه میزنه همه چی رو ازت میگیره. از نظر گرافیک با حس بازی هم خیلی باحال، تاریک، پر جزئیات و حس واقعی من اونجام داره. در کل این بازی برای اوناییه که دنبال چالشن، از خطر نمیترسن و عاشق بازی‌هایی با ادرنالین بالا هستن. اسم بازی تو کپشن لایک و مشترک شدن یادتون